شاه طهماسپ دوم پادشاه صفوی که خطر مصرف افیون را جدی می‌دانست، تریاک را ممنوع کرد. اما پسرش شاه اسماعیل دوم معتاد بود. او که قبل بر تخت نشستنش 20 سالی را در قلعه قهقهه زندانی شده بود، برای تسکین دردهایش روزی 2 مسخار تریاک می‌خورد که سرانجام در زمان پادشاهیش با آلوده کردن تریاک او به سم به قتل رسید. شاه عباس اول پنجمین شاه صفوی مخالف سرسخت تریاک بود و تریاکی‌ها را آدم‌های بی‌هنری می‌دانست که دستور داد تمام درباریان یا تریاک را ترک کنند یا دربار را. او اواخر سلطنتش برای تریاک مالیات‌هایی گذاشت تا کمتر کسی سمت تریاک برود، گرچه پس از او کاشت خشخاش ادامه یافت. پس از صفویان و تا پایان دوره افشاریه و زندیه همچنان تریاک خوردن رواج داشت، اما کشیدن آن همه‌گیر نبود. میگویند حمله نادرشاه به هند باعث شد که ایرانیان با کشیدن تریاک توسط هندی‌ها آشنا شوند. از طرفی میگویند با آمدن درویشان هندی به کرمان در دوره قاجار و کاشت خشخاش در ماهان توسط آنها و دود کردن تریاک در ایران شروع شد. از آن طرف در هند انگلیسی‌ها کاشت وسیع خشخاش را آغاز کرده بودند و به چین صادرات داشتند که آنقدر زیاد بود که دولت چین ورود تریاک به چین را ممنوع کرد، ولی انگلیس به چین اعلان جنگ داد که به جنگ‌های اول و دوم تریاک مشهور شد. چین نبرد را باخت و انگلیس دوباره صادرات تریاک از هند به چین را بیشتر کرد و حالا به دنبال محل کشت وسیع‌تری می‌گشت. امیرکبیر که بعد از جنگ اول تریاک به وزارت رسیده بود، در سال 1229 خورشیدی دستور داد که در اطراف تهران کاشت خشخاش برای صادرات را شروع کنند، چرا که 6 سال قبلش معموله تریاک از اصفهان به کمک انگلیسی‌ها به چین صادر شده بود و قبلتر از آن دیوید ساسون به هنگ کنگ تریاک صادر کرده بود. دیوید که از ترس دولت عثمانی از بغداد گریخت و به بوشهر رفت و بعد از آن به هند رفت و تجارت تریاک هند و چین را به دست گرفت. با وجود این پیشینه کار امیرکبیر جرقه‌ای بود که ناگهان همه‌گیر شد. 10 سال بعد از امیرکبیر تریاک چنان همه جا را گرفته بود که نیمی قرن بعد را از آن خود کرده بود. از زمانی که صادرات وسیع تریاک از سال 1239 خورشیدی شروع و تا سال 1283 در اوج ماند، مهمترین بارانداز تجاری ایران اصفهان بود که مناطق زراییش پر از خشخاش شده بود، محل تجمع شرکت‌های خارجی و داخلی صادرات تریاک. و پس از آن یزد در مقام دوم و فارس در مقام سوم بود. تجار بزرگ ایران که فروش تریاک را به صرفه می‌دیدند کاروبارشان را تغییر دادند. مهدی اصفهانی که شرکتی در اصفهان داشت، برای کشت و به عمل آوردن و برداشت خشخاش شروع به کار کرد و حاج محمد حسن امین زرع که تجارت تریاک را در یزد رونق داد. انگلیسی‌ها تریاک را به چینی‌ها در قوال چایی می‌دادند و کمپانی هند شرقی بریتانیا به همین دلیل مزارع کشت خشخاش را به دست گرفت. حالا بازار تریاک ایران برای آنها به صرفه بود تا صادرات تریاک را گسترش دهد، محموله هایی که سر تا سر دنیا میرفت و اما چینی ها در مقام اول و خود انگلیسی ها در مقام دوم خریدار آن بودند. کشور مصر و برخی کشورهای اروپایی حوزه خلیج فارس عثمانی و محصول کمی به روسیه میرفت که قوانین سختگیرانه‌ای داشت که اجازه ورود تریاک را نمیدادند. صادرات وسیع تریاک در ایران که حدود 80,000 کیلو در سال شروع شده بود و به اوج 300,000 کیلو در سال رسید و مقام اول صادرات را از آن خود کرد، یعنی 26% کل صادرات ایران. کشت همه محصولاتی مثل گندم متوقف شد و همه کشاورزهای ایران خشخاش شد. ابریشم که همیشه حرف اول صادرات ایران را میزد، با فاصله زیاد مقام دوم شد
چه برسد به مخمل و شال و دستباف‌ها که دیگر صادرات آن به صرفه نبود. به این ترتیب مصرف کنندگان داخلی بیشتر شد و گریبانگیر ایرانیان شد. در سفرنامه و خاطرات آن دوران از جماعت تریاکی در ایران آنقدر نوشتند که در این فیلم زمانی برای گفتن آن نداریم. گرچه صادرات تریاک زیاد در اوج نماند، اما اثراتش در ایران ماندگار شد. در اواخر دوره مظفرالدین شاه یعنی سال 1283 قیمت تریاک در جهان پایین آمد و کم کم صادرات تریاک رو به کاهش یافت. از طرفی به روی آمدن مشروطه خواهان که تریاک را دشمن آزادی می‌دانستند، سقوط فرمانروایی تریاک شدت گرفت. به این ترتیب در سال 1291 خورشیدی فرش ایران مقام اول را از آن خود کرد و تریاک تنها 7% صادرات را داشت. سالهای پادشاهی تریاک در ایران به حدود 50 سال میرسد. از سال 1289 که برای آن نخستین قانون در مجلس شورای ملی تصویب شد و تا سال 1367 ستاد مبارزه با مواد مخدر شکل گرفت. گرچه امروزه اعتیاد ابعاد گسترده‌تری یافته و مخدرهای قوی‌تری وجود داره که تریاک بین آنها پادشاه است، اما تا کنون هیچ مخدری نتوانسته مثل تریاک این چنین بر تخت سلطنت یک کشور بشیند و فرمانروایی کند. ممنون میشم. با لایک و ساب از من حمایت کنید.